که اصل وجود رژیم صهیونیستی وجود نامشروع و دولت جعلی است. یه جمله راجع به رژیم صهیونیستی عرض بکنیم. بعد از این اتمام مذاکرات هسته‌ای شنیدم صهیونیستا در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم. حالا بعد از 25 سال فکرشو میکنیم. بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید. انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.